شددت فايزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني التأكيد على أن والدها قتل في الداخل من طرف جهات في السلطة لم تسمها، مستبعدة فرضية مقتله على أيدي الإسرائيليين. گفتگو تا الان درباره درگذشت حضرت آیت الله دو بار گفتید کشتن، الان گفتید فوت. قویاً معتقدید ایشون رو کشتن؟ بله. برای اولین بار نکته هست پیرامون این موضوع بفرمایید. غیر از اون ماجرای اشعری رادون و نمیدونم استخر فرح و این حرفا. من و فاتی اینو بارها تو مسابقه های اعلام کردیم و اینو علنی کردیم، یعنی گفتیم حرفامون رو در این باره. چیز جدیدی ندارم. ولی شما معتقدید کی کشته؟ امیرکبیر رو کی کشت؟ ناصر فرمان ناصرالدین شاه با توطئه مهدولیا مادرش. بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه هم درگیرن تو این قضیه. یعنی مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه این اعتقاد نداری؟ داخلیه. خب نه.